سلام و درود ارادت. امید براتی هستم از مجموعه بزرگ ایدئال سرمایه. امروز قصد داریم که پلتفرم آلفا بورد که در بستر عنصریالی فعالیت دارن رو خدمت شما دوستان آموزش کاملش رو ارائه بدیم. خیلی خوب. توی قسمت اول وقتی وارد سایت میشین یه سری اطلاعات و توضیحات در مورد خود سایت داده شده که به صورت دسته بندی شده هستن و شما میتونید جدا جدا هر کدوم رو مطالعه کنید که حالا در ادامه قسمت سوالای پرتکرار رو دارن، از جمله اینکه ساعت کاری پلتفرم آلفا گولد چجوری هست، یا قسمت اینکه حالا چقدر طول میکشه احراز هویت بشین، بحث کد معرف هست و غیره. و قسمتی که خودمون باش کار داریم قسمت معامله یا همون اتاق ریل معاملاتشون هست و قسمت دمو که اتاق آزمایشی است که من در ادامه هر کدوم رو جدا جدا مفصل توضیح خواهم داد. اما توی قسمت داشبورد چند تا گزینه داریم. بحث حساب کاربریتون هست که حالا مشخصاتتون رو بهتون نمایش میده. بحث کیف پول هست که حالا موجودی، واریز و برداشت و تاریخ چک ریز معاملات و مجدد میتونین حالا ریز واریز و برداشتتون رو ببینید. توی قسمت حساب‌های بانکیتون اینجا میتونید حالا هر تعداد حسابی که خواستین معرفی کنید و توی قسمت تیکت که حالا هر پلتفرمی برای خودش پیام به پشتیبانی یا به عنوان تیکت ما میشناسیمش. توی قسمت حساب کاربری وقتی کلیک کنیم یه قسمتی هست که حالا مشخصاتمون رو به ما نمایش میده، حالا از اسم و فامیل، کد ملی، شماره تماس و بحث احراز هویتتون هست. و قسمت اضافه ای که داره قسمت اعلان ها هست که به دو صورت دسته بندی شدن، یکی اینکه پیام های خصوصی و پیام های عمومی هستن. توی پیام های خصوصی اگر شما تیکتی زده باشید و پیامی داده باشید به پشتیبانی بهتون نمایش داده میشه و اگر پاسخی دریافت کرده باشید اینجا باز توی قسمت پیام های خصوصی به ما نمایش میده. اگر واریزی یا برداشتی انجام داده باشید باز هم اینجا به ما نمایش میده که من حالا توی این چند روزه که داشتم پلتفرم رو تست میکردم من تمام این قسمت رو تست کردم که خدمت شما دوستان آموزش کاملش رو ارائه بدیم. خب توی بحث پیام های عمومی یه سری پیام های عمومی دارن. حالا اگر قرار باشه که سایت به هر علتی توی روز فعالیت نداشته باشن یا حالا نرخی نباشه یا هر چیزی، توی پیام های عمومی ما نمایش داده میشه. توی قسمت کیف پول موجودی حساب من رو به من نمایش میده که توی حالا خود بحث کیف پول دو تا بخش داریم، یکی افزایش موجودی هست و قسمت برداشت هستش. توی بخش افزایش موجودی شما اینجا میتونید شماره کارتی که از قبل تعریف کردین رو بزنید و مبلغتون رو بر حالا حسب ریال وارد کنید و پرداخت که به درگاه پرداخت متصل بشین و پرداخت کنید. توی قسمت برداشت هم به همین منوال هسته. شما شماره شباهی که از قبل تعریف کردیم اینجا میزنید و هر مبلغی که از سودتون یا موجودیتون رو میخواین برداشت کنید وارد میکنید و دریافت کد تایید رو میزنید که پیامک تاییدارتون ارسال بشه و بعداً برداشت رو انجام میدید. توی قسمت تاریخچه حالا ریز و معاملاتتون یا واریز و برداشتتون رو براتون نمایش داده میشه. توی قسمت حساب بانکی حالا من اینجا بزنم من یه شماره حساب وارد کردم، شما میتونید حالا بسته به نیازتون چند شماره حساب یا همون یه شماره حساب وارد کنید و اینجا بزنید که هر موقع خواستین اگر چند شماره حساب وارد کردین، مثلا یک بار به حساب ملتتون باشه، یک بار به حساب رسالتتون باشه، هر کدوم که خواستین رو میتونید انجام بدید. توی بحث پشتیبانی شما اینجا میتونید حالا موضوعی که میخواید مطرح کنید بنویسین. اگر فایلی، تصویری، فیلمی چیزی دارید اینجا میتونید اضافه کنید و با همراه اون پیامی که برای حالا مدیریت سایت میخواید بفرستین ارسال کنید. توی حالا قسمت کاربران دعوت شده وقتی بزنید حالا کد معرف داریم که داخل این قسمت توضیح داده شده که حالا میتونید کد معرف رو بزنید که بر بحث کد رفرال هست و
اما قوانینشون هست که حالا اینجا میتونید حتما قوانین رو بخونید، حتما قوانینش رو مطالعه کنید که بدونید چه جوری هستش. ما توی بحث اتاق پلتفرم آلفا گولد یه بچه تضمین داریم که بچه تضمینمون 500,000 تومنه. شما بر هر $1 نوسانی که روی اونس داشته باشیم اگر داخل سود برید با این بچه تضمین 80,000 تومان، که حالا این عددی که خدمتتون عرض میکنم هر هفته نسبت به $، توی قسمت پیام های عمومی به ما نمایش داده میشه که قراره که اون تصفیه که انجام بدن بر چه اساسی هستش، بر چه عددی هستش، که فعلا بر اساس لحظه‌ای که من دارم این کلیپ رو برای شما ضبط میکنم بر حسب $80,000 تومانی هستش. یعنی شما اگر با یک واحد یا همون 500,000 تومان $1 سود بکنید یا ضرر بکنید یا نوسان داشته باشین، اون $1 برای ما 80,000 تومان محاسبه میشه. یعنی اگر $1 سود نوسان زد اونس 80,000 تومان سود داریم و اگر $1 حالا ما داخل ضرر بریم و نوسان بزنه 80,000 تومان ضرر ما هستش. که حالا بحث کال مارجینش هست که حالا من توی خود اتاق ریل رفتیم اونجا توضیح میدم که به چه صورت هستش. حتما این قوانین رو مطالعه کنید که بدونید به چه صورتی هست. که بحث کمیسیونشون هست، شما هر سرمایه‌ای که بازو بسته میکنید 7,000 تومان کمیسیون میگیره. حالا چیزایی که خیلی مهم‌تره رو من اینجا خودم بگم، و یعنی یه بازو بسته معامله 14,000 تومان هستش. خیلی خوب، بذارید توی قسمت معامله الان که خب سایت بسته است، شما توی وقتی اتاق معاملاتی وارد شدین اینجا یه سری گزینه‌ها داریم که حالا وقتی اتاق باز باشه اینجا حجم خرید و فروش رو به ما نمایش داده میشه. اون قیمتی که توی لحظه داره نوسان میزنه رو اینجا به ما نمایش میده. شما اینجا میتونید هر تعداد واحدی که خواستین، یعنی هر یک کدوم از این تعداد واحدایی که انتخاب میکنید حالا بر حسب همون بچه تضمین 500,000 تومانتون هستش. یعنی ما اینجا اگر یک واحد بزنیم با 500,000 تومان میخوایم وارد معامله بشیم، اینجا میتونیم حالا حد سود یا حد ضررمون رو اینجا انجام بدیم و ست کنیم که تو چه عددی بخره، تو چه، حالا البته اینجا توی قسمت معاملات سریع هستیم. اینجا مثلا من یک مقدار واحد رو میزنم و رو همین عددی که هست گزینه خرید رو انجام بدم. اینجا توی لفظ‌های من ابتدا میاد و بعد توی قسمت معاملات باز به من نمایش میده. بذاریم خیلی خوب. توی قسمت تعیین قیمت شما میتونید اینجا قیمتی که هست رو اینجا انتخاب کنید. حالا میتونید تایپ کنید، میتونید از اینجا کپی کنید و بذارید اینجا، و به هر قیمتی که با هر واحدی که خواستین وارد بشین، حالا یه واحد، دو واحد یا هر تعداد واحدی که حالا شما میخواین انتخاب کنید و بزنید و اینجا مجدد گزینه حد سود، حد ضررتون رو انتخاب کنید و حالا گزینه خرید یا فروش رو انجام بدید که در ابتدا اینجا وارد لفظاتون میشه و بعداً هم توی معاملات باز به شما نمایش میده. توی بحث پورتفولیو برای مثلا من اگر بخوام اینجا پورتفولیو شارژ کنم، موجودی کیف پول من 9,16,000 تومانه. من اگر اینجا بخوام براتون بزنم، اینجا بر حسب تومان هست. خب وقتی من 9 میلیون بزنم با 18 واحد میتونم وارد معامله بشم. خب قسمتی که من خواستم بهتون توضیح بدم این هستش. ببینید شما وقتی وجودی حسابتون 16,000 تومانه، من اگر بخوام اینجا مثلا اون 16,000 تومان دیگر رو به این اضافه کنم، یه چنین چیزی شما مشاهده میکنید. ببینید اون 9 میلیون میره توی موجودی کیف پول و شما فقط 16,000 تومان دارید. یعنی اگر خواستین چنین کاری انجام بدین، بهترینه که پورتفولیو یه مرتبه ببندین و کل موجودتون رو اضافه کنید. یعنی من الان مجدد دوباره 9 میلیون رو اینجا بزنم یا هر عددی بزنم،
این بسته این 16,000 تومان وارد موجودی کیف پول من میشه. ببینید جا به جا شد. خب من اگر بخوام حالا اینجا وارد معامله بشم، برای مثال اگر قسمت توی مقدار 4 واحد رو انتخاب کنم، یعنی 4 تا 500,000 تومان، برای من میشه 4 واحد یا 2 میلیون تومان. توی موجودی پورتفوی من این 2 میلیون تومان میره داخل پورتفوی مسدود شده، یعنی شما 2 میلیون تومان از این 9 میلیون تومان موجودی پورتفوتون این طرف مسدود میشه و اگر 2 میلیون توی خود موجودی پورتفوی داشته باشید شما $4 نوسان اگر ضرر بکنید اون 2 میلیون تومانتون کال مارجین میشین و توی اگر حالا موجودی پورتفویتون بیشتر باشه نسبت به اون موجودی که دارین، خب حد ضررتون خیلی بلندتر و بهتر میشه. توی حالا قسمت های دیگه اینجا 2 مرتبه تاریخچه رو داریم که میتونه به ما نمایش بده که ریز معاملاتمون به چه صورت بوده و قسمت دمو هم کاملا به همین شکل هستش و هیچ تفاوتی با اتاق ریل نداره که شما توی رحله اول 5 میلیون تومان موجودی کیف پولتون هستش. حالا قبلا بیشتر بود که الان 5 میلیون تومان شده. برای مثال وقتی مثلا من 5 میلیون تومان رو بزنم با 10 واحد و این طرف موجودی پورتفوی من، الان چه بازار بسته است؟ بذارین تست کنیم. معامله برای ما باز میکنه. بله ببینید با 4 واحد من توی انتخاب سریع روی این قیمت من معامله‌مو باز کردم که اینجا میام توی قسمت معاملات باز من، اینجا میتونید مشاهده کنید توی اتاق ریلم کاملا به همین شکل هستش که حالا هر جایی که حالا اون عددی که باشه شما خرید کرده باشین، حالا من برای مثال خرید رو زده باشین، اینجا زمان مقداری که وارد کردین و قیمتی که شما کال میشین رو اینجا نوشته، یعنی اون قیمتی که شما کال مارجین میشین رو اینجا براتون توضیح داده که شما اگر به 33.14 برسید شما حسابتون از دست خواهید داد که حالا تا این حد ضرر ما میشه. توی قسمت ویرایش اینجا شما میتونید حد ضرر و حد سود رو مشخص کنید که حالا تو بعضا من توی تستای پلتفرم دیدم شما زمانی که برای مثال مثلا فقط شاید شما فقط حد ضرر رو ست کرده باشید و تایید بکنید، مجدد بخواید حد سود بذارین حد سود رو براتون میذاره ولی حد ضرر رو برمیداره. حتما توجه کنید که وقتی خواستین حد سود رو بذارین حد ضررتون هم اینجا باشه و بعد گزینه تایید رو بزنید. حالا چون اتاق بسته است من نمیتونم قسمت رو براتون تستش کنم و اما اینجا بستن معاملات سریع هست که رو هر عددی باشه اینجا شما میتونید گزینه بستن رو انتخاب کنید که حالا تو هر عددی که باشه سریع به نزدیکترین قیمت براتون میبنده. خب قطعا توی قسمت سریع وقتی معامله رو ما چه باز بکنیم و چه بخوایم ببندیم با ترولانس ما رو باز میکنه و با ترولانسی هم ما رو میبنده، چون به نزدیکترین قیمت ما رو باز میکنه و به نزدیکترین قیمت ما رو میبنده. ولی خب توی تعیین قیمت میتونید حالا به عدد دقیق تر اینجا وارد کنید که با هر عددی که خواستین اینجا معاملتون باز بشه و با هر عددی هم که خواستین اینجا با حد سود یا با حد ضرر معاملتون رو ببندید. من برای مثال حالا گزینه بستن رو اینجا بزنم. خیلی معامله منو بست و ببینید به نزدیکترین قیمت برای من باز کرده بود و به نزدیکترین قیمت هم برای من بستش که توی معاملات بسته شده اینجا به من نمایش داده میشه و من دیگه هیچ معامله بازی ندارم، نه لفظی گذاشتم و نه معامله بازی دارم. خیلی خوب، حالا اینجا موجودی پورتفوی من این قیمت ازش کم شد. خیلی خوب، فعلا دیگه در کل چیزی نداره، به همین سادگی هستش. حالا چه توی معاملات اتاق ریل باشیم و چه توی دمو، در کل هر دو اتاق کاملا مشابه هم دیگه هستن. حالا این طرف اتاق ریله و اون طرف اتاق دمو هستش. امیدوارم که
موفق و پرسود باشین. هر آن چیزی که بود براتون توضیح دادم. اگر سوالی داشتین باز میتونین با آیدی پشتیبان ما پیام بدین تا ما باز مجدد راهنماییتون کنیم. موفق و پرسود باشین.